درست شد. بیا بریم ماما. چه حرف درست. بچه‌ها بیاین بریم. بیا بریم کاکو بیا بریم. خیلی شیرازی حرف می‌زنه. ها؟ کاکو نه کاکوه. خب بریم ببینیم که استقبال همینجور از شاه شاهان کوروش کبیر همیشه مقبرش دیدن داره. امیدوارم این چیزایی این مقبره همینطور 3000 سال تا حالا دوام آورده چندین هزار سال دیگه هم پاورجا باشه. ثبت جهانی یونسکو از همه جای دنیا برای بازدیدش اومدن. از همه جا اومدن. این ما داریم میریم به سمت مقبره شاه شاهان، کسی که 45% جهان دستش بود ولی عادل ترین شاهان بود. اعراب بادیه نشین. ایران و ایرانی را چی کردن. ببینین اینجا مقبره کوروشه، دارن کار کشاورزی میکنن که مقبره بره پایین. سازمان جهانی یونسکو بیاد به داد برسه. ما جونمون هم برای پرچم میدیم ولی آثار باستانیمون باید حفظ بشه. آرمیدا نظرت چیه اومدی مقبره کوروش بابا؟ اسمی که گذاشتم رود مربوط میشه به نوه کوروش، ملکه ایران بوده. پارمیدا ملکه ایران بوده. نظرت چیه؟ بگو. تو دوربین نگاه کن بگو. نظر تو چیه آرمیتا؟ چی بگم؟ بگو به مخاطبانمون بگو. بگو دیگه. چی بگم؟ نظر در مورد مقبره کوروش چیه؟ خوبه، عالیه. شما نظرت چیه خانم؟ دفعه چندمه میای؟ چندمین باره. بگو به مخاطبینمون بگو، به سابسکرایبرامون بگو. 6 بار. الان داشتی میگفتی اینجا رو ترجیح میدی یا تخت جمشیده؟ دلیلت چیه؟ میدونم یه حس قشنگی. حس وطن پرستی داری؟ من ممنون از مسابقه که با ما انجام دادی. من در حال باسیا قسمتش رو دارم بازسازی میکنم. حق مسافرین محترمی که دست بازدید از مجموع کشور دارن بفرمایید هر چه سریعتر از بازی حضور کلید تهیه نمایند. قطار گردشگری به سمت مسافرین اینجاست خانوم زیاد راه نرید.
فرمان بدین فرمان بدین سلطان جهانیان ببینید مقبره شاه شاهان کوروش کبیر